داستان واقعی برادر، قسمت دهم. امیدهای امیر برای پیدا کردن طاها به ناامیدی تبدیل شده بود. او که به تمامی رویاهای خود رسیده بود، تنها آرزویش باقی مانده بود و آن هم پیدا کردن طاها بود. از این رو طاها بعد از جدا شدن از خانواده ناتنیش چند سال بود به عنوان یک بنا در کنار یک معمار افغانی مشغول به کار بود. طاها در این مدت ضمن رفاقت با سعید با خواهر او نیز ازدواج کرده بود. حاصل این ازدواج دختری 3 ساله به نام نازنین بود که متاسفانه نازنین یک بیماری نادری داشت. طاها و خانواده سعید در یک خانه 2 طبقه اجاره‌ای زندگی می‌کردند و زندگیشان به آرامش ادامه داشت. طاها تمامی قصه زندگی خود را با خانواده همسرش در میان گذاشت و به خوبی در دل آنها جا گرفته بود. یک روز سعید با هیجان به طاها گفت که دل به دختری که در یک رستوران کار می‌کند سپرده است. طاها تصمیم گرفت که به همراه مادرزن و همسرش آن دختر را از نزدیک ببینند و با هم آشنا شوند. چند سال قبل پدر سعید در شهر هرات افغانستان به رحمت خدا رفته بود و بعد از فوت او سعید و خانواده‌اش به تهران کوچ کرده بودند. آن شب طاها به همراه خانواده افغانی به بهانه صرف شام به رستوران رفتند. در آنجا وقتی آن دختر با نام لیلا سعید و خانواده‌اش را دید، به شدت دست و پایش را گم کرد. بیشک این نخستین باری نبود که طاها در چنین موقعیتی قرار می گرفت، اما این بار برایش ویژه تر بود. همسر طاها به بهانه سفارش غذا لیلا را صدا کرد. لیلا جان، بفرما بشین. من سارا خواهر کوچک سعید هستیم. لیلا با احتیاط و خجالت به سمت آنها نزدیک شد و نشست. آنها شروع به صحبت کردند و سارا همسر طاها تلاش کرد به آرامی مکالمه را پیش ببرد. سعید لبخند میزد و لیلا را بیشتر به جمع تعریف کرد. پس از گفتگوی کوتاه آنها با لیلا، ناگهان یکی از کارمندان رستوران به سرعت به سمت آنها آمد و به لیلا گفت: مدیر رستوران میگه امشب قرار آقا امیر به رستوران بیاد. به همه اطلاع دهید. لیلا با کمال ادب از آنها عذرخواهی کرد و رفت. مادر سعید گفت: دخترم چی شد؟ چرا آن دختر رفت؟ همسر طاها با نگاهی کنجکاو گفت: مادر جون، قرار امشب صاحب رستوران بیاد. همه آماده باشند. سارا همسر طاها با چهره‌ای شاداب گفت: داداش سعید، انتخاب خوبی کرده اید. آن دختر دانشجو همکلاسی سعید در دانشگاه بود و برای تأمین مخارج دانشگاهش به صورت پاره وقت در این رستوران کار می‌کرد. گویا صاحب رستوران تصمیم گرفته تمامی کارکنان رستوران و حتی پرسنل هتل بالایی را از بین دانشجویانی که نمی‌توانند شهریه دانشگاه خود را تأمین کنند استخدام کند. سعید گفت: آقا طاها، من باید امشب صاحب آن رستوران را ببینم. اگه به من هم کار بده خیلی خوب میشه. کار در رستوران از کار ساختمان آسان تر است. داستان واقعی برادر، قسمت دهم.